این سنگی که میبینی فلوریته، سنگی که خیلی‌ها بهش میگن سنگ تمرکز. اما قبل از اینکه باورش کنی بذار دقیق بفهمیم چیه. فلورید از نظر علمی یک کانی به اسم کلسیم فلوراید توی سنگ‌های آذرین و گرمابی تشکیل میشه و یکی از جالب‌ترین ویژگی‌هاش تنوع رنگ فوق‌العاده‌شه. بنفش، سبز، آبی، زرد، حتی گاهی چند رنگ توی یک کریستال. اما چیزی که فلورید رو خاص میکنه پدیده‌ای به اسم فلورسانسه. بعضی نمونه‌ها زیر نور فراورمش می‌درخشن. جالبه بدونی اصلاً کلمه فلورسانس از اسم فلورید گرفته شده. ساختار بلوریش مکعبیه و وقتی به شکل طبیعی رشد میکنه کریستال‌های شفاف و هندسی خیلی منظمی میسازه. حالا برسیم به اون چیزی که همه درباره‌اش حرف میزنن. میگن فلورید تمرکز رو بالا میبره، ذهن رو منظم میکنه و برای درس خوندن یا کارهای فکری عالیه. اما یه اشتباه رایج اینه که بعضیا فکر میکنن فقط با داشتنش مغزشون خودکار قوی‌تر کار میکنه. واقعیت اینه از نظر علمی هیچ سنگی مستقیما عملکرد مغز رو تغییر نمیده. اما چیزی که مهمه اثر روانیه. وقتی تو به یه ابزار به عنوان نماد تمرکز نگاه میکنی، ذهنت شرطی میشه که منظم‌تر کار کنه. پس فلورید جادو نیست، اما میتونه تبدیل بشه به یه نشونه ذهنی قدرتمند برای نظم، شفافیت و تمرکز بیشتر. برای همین خیلی‌ها موقع مطالعه یا مدیتیشن ازش استفاده میکنن. فلورید فقط یه سنگ رنگی نیست، یه نمونه جذاب از شیمی طبیعته که هم از نظر علمی شگفت‌انگیزه، هم از نظر نمادین الهام بخش. اگه از این آموزش‌های علمی درباره دنیای سنگ‌ها خوشت میاد، منو فالو کن، چون قرار سراغ سنگ‌هایی بریم که داستان‌هاشون از افسانه هم جذاب‌تره.